салом. Хабарҳои муҳими радиои Озодиро аз рӯзи ҷумъа 13 июн ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. дар Тоҷикистон баъзе ширкатҳои арзакунандаи хадамоти интернетӣ аз ҷумла тавассути телефонҳои ҳамроҳ дастрасии муштариёнро ба сайтҳои интернетии YouTube, Google ва почтаи электронии Gmail маҳдуд карданд. сабаби чунин ҳол шарҳ дода намешавад. Хабарнигори Озодӣ ки мавзӯъро таҳқиқ кардааст гуфт, рӯзи 13 июн дастрасӣ ба сайтҳои Google, почтаи Gmail тавассути провайдерҳои Saturn онлайн ва Вавилон номумкин буд. дар интернети мо Google, YouTube ва Gmail дастнорас аст. طبق مشاهده‌ها همچنین توسط شرکت‌های مخابراتی بیلاین و ساتورن آنلاین دسترسی به سایت‌های اینترنتی رادیوی آزادی به زبان‌های تاجیکی و روسی هم ناممکن شده است. مسئولین انجمن اینترنت پروایدرهای تاجیکستان از این پیش گفتند که معمولاً بسته‌شوی سایت‌های معین در این کشور با امر مخفی مقامات صورت می‌گیرد. سبب بسته‌شوی کنونی سایت‌ها را خدمات علاقه شرح نداد. در ولایت سوخت 5 مدرسه اسلامی که فعالیتشان یک سال اخیر قطع شده بود دوباره درهای خود را باز میکنند. بسته‌شوی در مدرسه ها با امر مقامات و با سبب ناموافقتشان با طلبات برنامه‌های تعلیمی مکتب‌های همگانی صورت گرفت. ولی همکنون بعد بازبینی شدن برنامه‌های تعلیمی آنها قرار است کار مدرسه ها که مکان تحصیل صدها شاگرد است ماه سپتامبر از سر گرفته شود. یک مسئول امور دینی حکومت ولایت سوخت در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا بررسی برنامه‌های تعلیمی این مؤسسه ها جریان دارد. یک وارانت ما لیسه دینی کسبی، یعنی هم گویم که باید اساسهای دین شناس میشود و هم یکون کسب می‌آموزند. فقط آخر یک چیز دینی که هم روزگذرانی مسجد 5 وقت روزگار نمی‌شود. از 6 مدرسه عمل کننده در تاجیکستان 5 تای آن در ولایت سوخت جایگیر است. دادگاه شهر کولاب 2 نفر را برای حمله به رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل پارلمان به 5 روز حبس مأموری محکوم کرد. مسئولان شعبه کارهای داخلی شهر کولاب میگویند که 2 حمله‌گر در حقوق ویرانکنی مأموری عیبدار دانسته شدند. 5 نفر دیگر مورد تحقیق قرار دارند. در همین حال مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خبر دادند که دادگاه منطقه کولاب یک فعال حزب نصرالله رجبوف ساکن سیبستان نورک را برای دشنام دادن به حمله‌وران محیدین کبیری به 5 روز حبس محکوم کرده است. رجبوف نصرالله یک عضو اعضای حزب نهضت اسلامی در همون واقعه که با استاد کبیری بود بازداشت کردن و بیگانی را جواب داده بودن با برگشته با فرداش دعوت کردن آوردن و با یک جرمی یگان دلیل یگان چیز ندارن 2 نفری که مجرم بدن یک اما با شاهدی دادن اون رو چیز کردن و 5 شبانه روز حبسی سرگذشت کردن. روز 10 ایون ضمن سفر محیدین کبیری به کولاب یک گروه ناشناس به او و هیئت همراهانش هجوم کرده به سویشان پمیدور و تخم پرتافتند. کبیری این حادثه را محکوم کرد و از مقامات طلب کرد که تحقیق آن منصفانه صورت گیرد. 14 ایون 68 سالگی احمد ظاهر آوازخوان معروف افغان است و با افتخار این سنه در دوشنبه مراسم معرفی کتاب نو با نام احمد ظاهر و موسیقی غرب به قلم محقق سلطان حمد برپا شد. این کتاب ادامه سلسله تحقیقات مؤلف درباره زندگی و ایجادیات آوازخوان جوانمرگ است. احمد ظاهر پسر نخست وزیر افغانستان در زادروز خود در سن 33 سالگی در شرایط مرموز کشته شد ولی تا هنوز از معروفترین آوازخوان‌های فارسی زبان باقی میماند. ترانه و آهنگ‌های او همکنون در شبکه جهانی اینترنت هم فراوان دسترس هستند و الهام بخش ایجادیات هنرمندان امروزه می باشند. و حالا در صحبت با ما رئیس بخش افغانی رادیوی آزادی هاشم مومند قرار دارند که احمد ظاهر را از نزدیک میشناختند و حتی در صنف‌های بالایی مکتب همراه تحصیل کردند. آقای هاشم جان، آیا از آن سالهای مکتب خانه که شما احمد ظاهر را میشناختید چی خصوصیات برجسته و خاطرمانی از شخصیت او در یاد شما مانده است؟ احمد ظاهر در سال آخر مکتب با من همسنف بود. احمد ظاهر یک جوان بسیار
شوخ و بسیار صمیمی بود. او دوستای خود را خیلی دوست داشت و در امو سالها که هنوز بسیار جوان بود با موسیقی عشق می‌ورزید. او یکی از آوازخوان‌های مشهور لیسی حبیبیه بود که همیشه با اجرای کنسرت‌های خود در بین جوانای مکتب خیلی محبوبیت داشت. احمد ظاهر مردی بود که آدم واقعا گفته میتونه که او بسیار جوانمرد، رفیق دوست، صمیمی و شوخ بود. ما میدانیم که شما هم تجربه نوازندگی دارید و زمان با ظاهر و هویدا همکاری های ایجادی داشتید. آیا با احمد ظاهر هم در زمینه موسیقی و هنر سالهای مکتب خوانی همکاری کردید؟ نه، متاسفانه نه. اما من هم موسیقی را خیلی دوست داشتم و بعضا می نواختم، اما با احمد ظاهر هیچگاه در یک کنسرت یا در کدام محفل موسیقی سهم نگرفتیم. تاریخ موسیقی شرق چهره های زیادی را می داند که در مدتی معین از خود درک می دهند، معروف و محبوب می شوند. ولی نمونه های مثل احمد ظاهر نمیرندند. شما شخصا آیا به قول قانون بقای این آوازخوان را در چی می بینید که همگی 33 سال عمر دید ولی امروز هم اسمش در صف پیشواهای هنر و موسیقی شرقی یاد می شود؟ احمد ظاهر را به نام حنجره طلایی یاد می کنند. او حقیقتا یک صدای خیلی قشنگ داشت که او خیلی زود بر انسان تاثیر می کرد و جوانان را مخصوصا در او زمان مفتون خود می ساخت. حقیقتا شما راست می گویید که کمتر هنرمندهای پیدا میشه که بعد از 30 سال یا 35 سال از مرگش هنوز هم از چنان محبوبیت برخوردار است مثل او که امروز هم زنده باشه. لذا احمد ظاهر نمرده، احمد ظاهر زنده است، احمد ظاهر جاودان است و احمد ظاهر جاودان خواهد ماند. تشکر هاشمی محمد، همکار ما و همصنف احمد ظاهر. برای تماشای شکل مفصل این صحبت به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و همزمینه رادیوی آزادی برای تلفن همراه خود مراجعه کنید.